بعضی از چروک‌ها رو توی صورت می‌بینی که به نظر میرسه خیلی تو سطحن، یعنی عامل به وجود آورنده چروک کاملا زیر پوسته. این چروک‌ها به خاطر چسبندگی‌های فاشیا به وجود میان و به وسیله ماساژ خیلی خوب میتونن از بین برن. ما چند نوع دلیل داریم برای به وجود اومدن چروک که یکیش رو امروز می‌خوایم حسابی بررسی کنیم. خوش اومدید به یکی دیگه از آموزش‌های گروه سه در مورد ماساژ تخصصی صورت. به عنوان مثال به این تصویر نگاه کنید. چروکی که توی این تصویر می‌بینید عامل اصلی به وجود آورندش کوتاه شدن یک سری از عضلاته. خیلی توضیحات داره که ما توی دوره تخصصی آی فیس برای هنرآموزانمون به طور کامل بررسیش می‌کنیم. اینجا وقتش نمیشه و توی این ویدیو نمی‌گنجه. دومین تصویری که میخوام ببینید داره چروک‌هایی رو نشون میده که دلیلشون گراویتیشن یا جاذبه زمینه. ما به این چروک‌ها گراویتیشنال هم میگیم. دسته دیگه ای از ناهمواری‌ها و چروک‌ها توی صورت هستن که به خاطر کاهش حجم چربی توی فتح‌های چربی صورت به وجود میان. دارید نمونهش رو توی تصویر میبینید. بعضی وقتا این چروک‌ها با هم البته تلفیق هم میشن. اما عامل چهارم میتونه چسبندگی فاشیا باشه. فاشیا یه نوع ویژه و خاص از بافت همبنده که کمک میکنه عضلات حمیتشون رو حفظ کنن، حرکت پوست روی عضله استخوان راحت‌تر بشه و وظایف کمکی و محافظتی مختلفی داره. حتی ما یک سیستم کامل ترکیبی عضله و فاشیا توی صورتمون داریم. اما الان نمیخوایم به اون بپردازیم و میایم در مورد چروک‌های ریز پایین و بیرون چشم صحبت میکنیم که الان یک نمونهش رو تو تصویر براتون میذارم ببینید. این چروک‌ها به خاطر چسبندگی فاشیا و به خاطر استفاده مکرر از عضله حلقوی دور چشم ریز کردن چشم به وجود میان. اینها رو میشه با رفع این چسبندگی از بین برد و بعد با تکرار جلسات ماساژ تو یک فرکانس استاندارد، مثلا هفته یک بار، دیگه اجازه ندیم این چروک‌ها برگردن. ببینید چقدر میتونه توی زیبایی و کاهش سن صورت تاثیرگذار باشه. بدون درنگ بریم چند تا تکنیک بهتون آموزش بدم که باعث میشه افرادی که این چروک رو ندارن توی صورتشون به وجود نیاد و افرادی که این چروک رو دارن بعد 2 هفته تا 4 هفته حد اکثر با فرکانس 3 جلسه در هفته چروک توی این قسمت از بین بره و ما یک پوست صاف رو تحویل بدیم. سعی میکنم به ادیتورم یک نمونه از نتیجه نهاییشم بدم که عکسشو براتون بذاره و خیالتون راحت باشه. بریم تکنیک‌های عملی رو به کمک همکارام نشونتون بدم. برای اینکه تکنیک‌هایی رو دور چشم انجام بدیم که چسبندگی فاشیا رو زیر چشم از بین ببره، اول صورت رو به یک طرف مایل می‌کنید تا چشمی که می‌خواید اطرافش تکنیک بزنید کاملا توی دسترستون قرار بگیره. تکنیک اول به این صورته که شست شما قراره کنار بینی پوست رو مهار کنه. یکی دیگه از انگشتای شما هر کدوم که روش مسلط ترید پوست رو باز میکنه به طوری که ما توی این ناحیه دیگه چروک پوستی نداشته باشیم. ما این کار رو میکنیم که وقتی تکنیک رو انجام میدیم اینجا چروک به وجود نیاد، چون نمیخوایم با تکنیک های خودمون تازه چروک به وجود بیاریم. پس این 2 تا انگشت ما نقش هولدر رو داره. حالا که پوست رو مهار کردیم با شست دیگه یا پد انگشت اشاره شروع میکنیم آرک های نیم دایره رو به بیرون رسم میکنیم. توی این صورت با این دست 4 تا آرک رسم شد. میتونن طولانی ترم انجام بدن. 3 4 5 بار این روند باید طی بشه. دوباره 1 2 3 4 انجام بدید. پوست مهار میشه. 1 2 3 4. مدل ما الان جوان هستن، ولی حتی اگر مدل کهنسال هم زیر دست ما باشن با این ترکیبی که من به شما گفتم شما چروکی توی صورت ایجاد نمی کنید و ریلیز فاشیا با این تکنیک شروع میشه. خیلی خوب. این تکنیک باید ادامه پیدا بکنه چون کل قوس زیر چشم پوشش داده نمیشه با یک بار مهار کردن. توی مرحله دوم دست ما یه مقدار شستمون از بینی فاصله میگیره، انگشت دیگه‌مون باز میشه. حالا دیگه تا کناره چشم پوستش مهار شده و آرکا ترسیم میشه. 1 2 3 4 و باز هم 5 بار باید این روند
تکرار بشه. برای اینکه زمان ویدیو طولانی نشه میریم سراغ تکنیک بعدی. توی تکنیک بعدی ما این کار رو، یعنی مهار کردن پوست رو، با انگشتان اشاره دو دست انجام میدیم. یعنی انگشت اشاره دست اول و دوم پوست رو باز میکنن. حالا قراره دو تا شست ما کنار هم تکنیک رابینگ رو به صورت سایشی انجام بدن، بدون عجله، بدون فشار آوردن روی پلک پایین و فقط روی محدوده‌ای که چروک‌های ریز ناشی از فاشیا ایجاد شده این کار رو انجام میدیم. این تکنیک باید حداقل 15 تا 20 ثانیه بدون فشار و با حوصله، با آرامش روی قوس زیر چشم انجام بشه، به طوری که شما تقریباً 5 بار خط زیر قوس رو طی بکنید. من از همکارم میخوام یه بار دیگه این تکنیک رو انجام بدن. الان یک بار طی شد، حالا برمیگردیم، شد 2 بار و این کار رو تا 5 بار تکرار میکنیم. محدوده‌ای که باید پوشش داده بشه تا کنار کورنر خارجی چشم هست. با این دو تکنیک شما میتونید روی کلاینت هایی که برای جوانسازی اومدن پیشتون و استعداد چروک های ریز این ناحیه رو دارن، یا این چروک ها در اثر چسبندگی فاشیا این منطقه ایجاد شده، شروع کنید به پیشگیری یا از بین بردن چروک ها. توضیحات اضافه رو توی کپشن براتون می نویسم و منتظر نظراتتون توی قسمت کامنت ها هستم. حتما ما رو دنبال بکنید، چنل ما رو سابسکرایب بکنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. این ویدیو مخصوص ماساژیست های حرفه‌ای طراحی و ساخته شده. ما ویدیوهایی برای عموم مردم داریم، تکنیک هایی که شما میتونید توی منزل برای خودتون انجام بدید و بهترین اثر رو روی صورتتون بذارید. موفق باشید.